پرسیدنی بودم استاد جان، میگفتید که امین از پول شخصی خودم با یک خویشاوندانم معرکه توی کرده ایستادم، از شوهرم نپرسیده قرض دهم میشود، طول 1 سال اونها گفتن به تو باز برمیگردونم. پول شخصیتون باشد با که ندارد، اما به یک چیز رعایت کنید که اگر شوهرتون از انسان‌های باشد که یکی فهمید کار به طلاق کشد، کار خوب نیست. از روی شریعت درست است. انسان خوب هستن دیهات، الحمدلله. خیلی باشد اجازه پرسید، خیلی باشد اجازه پرسید، برای آنکه بعضی از روی شریعت جایز است زن به پول شخصی خودش چیکار خواهد میکند. همسران پیامبر هم این گونه بود، یعنی پول وقتی پول شخصی است یا از مهر گرفتی یا از خودت کار کردی با اجازه شوهر یا کسی هدیه داد، تو مالکی، یعنی کلا یک زن صاحب استقلال است در مسئله پول و مال، مادامی که یعنی اسرافگر نیست. اما در عرف تاجیکی ما، من در خاطر دارم خواهر، یعنی این چیز جایزه است، گفته با مقدار از پول وقتی خرید کرده بود کارش به طلاق رفتگی بود. یعنی شوهرش همین گونه خاراکتر داشته است که تو به اجازت هرچی باشد هم این کرده و اون کرده. یکی از روی حکمت اگر دانید که یکی شوهرتون فهمد کار به خوبی نمیبرد، بهترش اجازه گیرید، بهترش اجازه گیرید. اما گفتید نه فهمد هم هیچ کار دور نمی شود، در این وقت بوکه نیست، پول شخصی خودتان است، خواهید خیر میکنید، خواهید قرض میدهید. و پیشتر هم گفته است که مثلا پول خود از چی کاری میخواهی کن با تو کاردار نمیشم، گفتگی هستم. الحمدلله. یک چیزی که دیگه پرسیدم استاد جان، بعد همین در بابت کتاب، الحمدلله نمازشون هم میخونم، در بابت همین کتاب علم قرآن رو آموختن بی‌پروا هستم، بسیار در تلفن میشنم، بعد من گاه خشم میکنم، رنگی در قلبم نفرت باری میشد که بسیار در همین تلفن میشنید و کتاب قرآن نمیآموزید. در همین حالت من گناهگار میشم همچون زن گناهگار نمیشوید، ولیکن مادامی که گپ های شما با این شکل هیچ تاثیر نکرده ایستاده است، اسلوبتان را دیگر کنید، اسلوبی دعوت را دیگر کنید. جزاک الله خیرا. خواهر مدینه بفرمایید.